بعد از کندنکاری و پرکاری و به دست آوردن ارقامی و با یکدیگر موضوع به نام سنگکاری بررسی میکنیم که بعد از کندنکاری و پرکاری موضوع سنگکاری حتما به تعداد اینا استفاده میشه و موضوع 100% یاد بگیریم. خب ما چند سنگ داریم. سنگکاری خشکه داریم که درای استون میگن به انگلیسی. سنگکاری با مساله داریم، استون ماسونری و مارتر. و سنگکاری خشکه به کجاها استفاده میشه؟ معمولا به جای استفاده میشه که رطوبت خیلی بالای رطوبت زیادی داره، از استفاده میکنه. و سنگکاری با مساله که هسته، اگر ما جای استفاده میکنیم رطوبت کمتر داره و سنگکاری با مساله به دو بخش تقسیم میشه: سنگکاری قرقه و سنگکاری کرسی. معمولا قسمت پایین از قرقه استفاده میکنیم، در قسمت بالایی از کرسی استفاده میکنیم که استفاده هر کدامه. در این قسمت هم جدول به شما ترتیب کردیم که طاقت کار و مقدار کار یک کارگر ماهر و غیر ماهر در سایه انجام نشان میده که توسط با کمک به این جدول شما میتونید خیلی راحت برآورد کنید. و نکات کلیدی که در سنگکاری وجود داره، یک نکته کلیدی اینه که یک کارگر فنی 4 متر مکعب و غیر فنی 1.5 متر مکعب سنگ قرقه یا کرسیر در یک روز میتونه انجام بده. اگر بخوایم سنگکاری به یک مثال به شما واضح و روشن کار کنیم، مثلا یک دیوار سنگکاری داریم، میخوایم طاقت کار و مقدار مواد مصرفی داخل از به دست بیاریم. دیوار مثلا طول 20 سانتی متر، عرض 1.5 و در پایین و در قسمت بالا 0.6 ضخامت یعنی، و ارتفاع دیوار هم 3.5 متره. خیلی راحت اول حجم سنگ به دست میاریم که حجم سنگ چقدر میشه. خب فرمولا دیگه نیاز نیست به شما تشریح کنم، فرمولا خیلی ساده. حجم به دست میاریم میشه 73 و مقدار سنگ به دست میاریم 73.5 ضرب در ضریبی که داریم 1.1 میشه 80 متر مکعب. مقدار مثال ضرب در 0.35 ضایعاتی که ما در نظر میگیریم میشه 25.72 متر مکعب. و نسبت مثالی که ما یک به نسبت 5 اگر در نظر بگیریم، مقدار سمنت خود اگه بخوایم به دست بیاریم، خیلی فرمول ساده مثال خود شما میتونید به راحتی انجام بدین و به دست بیارین. دیگه نیاز نیست توضیح بدم، ویدیو طولانی کنیم. دیگه مثال خود شما میتونید در خانه تمرین کنین و سنگکاری به صورت ساده خیلی راحت برآورد کنین.